بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شنوندگان گرامی و دوستان ارجمند، حدیث در صحیح امام مسلم است از ابی موسی اشعری رضی الله عنه فرمودند که پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: انما مثل الجلیس الصالح و جلیس السوء كحامل المسك و نافخ الکیر. پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم برای ما مثل میزند یا که مثال می آرد درباره همنشین نکو و همنشین بد، که چی عاقبت دارد همنشینی با آدمان نکوکار و چی همنشینی با آدمان بدکار یا که بد. مثال میزند همنشین نکو را به کی؟ به انسانی که حامل مسک است. حامل مسک ای بردارنده مسک یا که فروشنده خوشبویی یا که عطر. و همنشین بد را مثال میزند به کی؟ به نافخ الکیر. نافخ الکیر همون انسانی هست که با همراهی آهنگر کار میکند و همون آتشی که هست، آتش آهنگر با یک چرمی هست که همون چرم برین مثل همون نساس برین همون را بگیم پف میکند. یعنی نافخ الکیر پف کننده همون کیر همون چیزی که چی میگن همون پف میکند، در همونجا کار میکند. یعنی در درونی همون خانه آهنگر. خلاصه به همون تشبیه میکند پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم. پس میگوید که فحامل المسك اما ان يحذيك و اما ان تبتاع منه و اما ان تجد منه رائحه طیبه. پس همنشین نکو را مثال میزند که مثل چی است؟ مثل فروشنده خوشبویی یا که بردارنده خوشبویی که میفروشد در کوچه ها یا که در چی باشد، در همون جای دکانش باشد. مثال میزند که مثلی که یعنی همون فروشنده خوشبویی، انسان وقتی در پیش فروشنده خوشبویی هست، یا که از او خوشبویی میخرد یا که از او بوی خوشی میکشد، بوی خوشی به او میرسد یا که بوی خوشی میکشد، بدنش خوشبو میشود. اینه به همچون چی میزند؟ به همچون انسانی که با انسانی همنشین نکو هست، با همنشینای نکو هم نشست میکند، رفت اومد میکند. همنشین نکو برای تو چی؟ برای تو یک عمل خیری دعوت میکند، به عمل نکوی شایسته دعوت میکند که تو همون عملی که انجام دادی تو وارد بهشت میشوی. برای تو نکویی است. یا که هیچ چیز اگر نباشد از او سخن نکو میشنوی، مدح و ستایش را میکنن که با همنشینای نکو هست. اینا میگن چی؟ مثالی که میزند پیغمبر صلی الله علیه و سلم. و همنشینی بد را به چی مانندی میکند پیغمبر صلی الله علیه و سلم؟ به انسانی که همون در درون چی آهنگر است، همون خدمت میکند، آهنگر هم پف میکند همون آتشه. میگوید که و نافخ الکیر اما ان يحرق ثيابك و اما ان تجد منه او تجد رایحه خبیثه. همون پف کننده همون آتش تو از او میگه، یا که با همراهی او که مینشینی در همون خانه همون آهنگر، یا که لباست میسوزد، یا که از او یک بدی که بوی بدی حس میکنی یا که بوی بدی میکشی. پس همه خیلی دیگر همنشینی بدی است که همنشینی بد تو را به چی؟ به کارهای ناشایسته و ناجا و ناسزا دعوت میکند، کارهای حرام انجام ترا دعوت میکند و انجام میدهی و سبب اون کارها وارد دوزخ میشوی. یا که تو را به کاری بدی دعوت میکند، سخنهای بد میشنوی، با همراهی او که میگردی مردم تو را سخنهای بد میزنند، کارهای یعنی سخنهای ناجا و ناسزا میزند، تو از او گوش میبری و در گناه او شریک میشوی وقتی که همراهی او هستی. یعنی بینید که از همنشینی بد همه گونه بدی میبینی، نه که از همنشینی نیک همه وقت خوبی میبینی. برای همین کوشش باید کردن در کار که با عالمان، با نکوکاران، با طالب علمان همنشینی کنی، بیشتر همنشین باشی که سخن نکو یا که به کار شایسته تر دعوت کند که کار شایسته کنی تو بهره بری، از اون سود به دست بیاری.